بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، در آیات قبل این مسئله مطرح کردم که پیامبر اعتراضات مشرکین مکه عام بود که این پیامبر طعام میخوره و بازار میره و این از کجا میتونه پیامبر باشه. این صحبتشون این بود که پیامبر باید حتما فرشته باشه و نه طعام بخوره، نه چیزی بنوشه، نه چیزی بخوره و از این نیازاتی که یک انسان و یک بشر داره به دور باشه و پاک باشه. الله این اعتراضات جواب میده توی همین درس که پیامبران گذشته چه بودن. حضرت ابراهیم آمده، حضرت موسی آمده، حضرت عیسی، همه اینا بشر بودن، همه اینها طعام میخوردن، همه اینا انسان داشتن و نیاز انسانی را داشتن و الله رد میکنه این نظریه باطل را که پیامبر حتما باید فرشته باشه. نه، فرشته انسانه و تا بدانه نیازهای انسان ها را و بتونه برای انسان ها الگو باشه، راهنما باشه، پیشوا باشه و مشکلات بشر و انسان ها را بدانه. دیگه اعتراضش این بود که پیامبر دست خالی آمده، دستش از ما خالی تره و پیامبر بالاخره یک خزانه در اختیاری او قرار داشته باشه و باغی داشته باشه او تکون او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها. پیامبر به هر باغی داشته باشه، پیامبر خزانه داشته باشه، پیامبر ثروتمند باشه که بخوره و بده، بریزه، خرج کنه. دین اسلام مگر میشه با دست خالی ملتی را هدایت کرد، دنیای را هدایت کرد، قدرتی، حکومتی، شان و شوکتی باشه که بتونه دنیا را متحول بکنه. و یک گفته که فرشته هم حداقل که خودش اگر فرشته نیست، فرشته همراهی بکنه، او را تایید کنه، تصدیق کنه. الله رب العزت اینجا همین نظریه را رد کرده است که تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك. الله تعالی می فرمایند که الله بسیار بابرکتان و برکات و خیر نزد الله بسیار زیاده. این چیزی که اینا میگه چیزی نیست، اینا میگه خزانه و یک باغه و الله اگر بخواهند خیلی از این بیشتر حکمت باشه به شما میدن. جنات تجری من تحت الانهار، یک باغ نه، باغات متعدد که زهرشون نهر جاری باشه. الله برای الله آسانه که یک باغ نه چندین باغ در اختیار شما بگذاره و یجعل لک قصورا، برای شما قصر. اینا قصر مطرح نکردن توی سوالاتشون، گفتم باغی داشته باشه و خزانه. الله می فرماید الله میتونه که قصرها برای شما، قصر برای شما درست بکنه. یک قصر، دو قصر نه، قصور و یک باغ، دو باغ نه، جنات. و الله قادری که کوها را برای شما طلح کنه. و آن حضرت روایت مسند احمد و ترمذی هست از حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه منقوله که فرمودن الله تعالی به من که اگر شما بخواهید کوههای مکه را برای شما طلح میکنم. و روایت مظهری حدیث نقل کرده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که الله تعالی به حضرت فرموده که شما بخواهید کوه سیار طلا که شما هر جا میرید این کوه شما را همراهی بکنه، از طلا در خدمت شما الله قرار میده.
ولی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به بارگاه الله عرض کردند که پروردگارا میخوام یک روز سیر بشم تا شکر شما را انجام بدم و یک روزی با گرسنگی تحمل کنم تا صبر را انجام بدم. این دو تا عبادت، صبر یک عبادت، شکر یک عبادت، و لہذا یک روز سیر باشم که از عبادت شکر بهره‌مند باشم، یک روز گرسنگی بکشم تا صبر بکنم و ثواب صبر رو ببرم، استقامت حاصل کنم. و لہذا آن حضرت نپذیرفتند که سرمایه دار بشن، ثروتمند بشن. ثروت و سرمایه برای پیامبر تک و تو که داشتن. حضرت سلیمان الله ملک بزرگی داده بود روی حکمت ها، با توجه به شرایط زمان داده بود، و الا پیامبران اکثر دست خالی بودن. و حضرت رسول، حضرت ابراهیم، حضرت موسی بالاخره هیچی نداشتن. فرعون همه چیز داشتن، ابراهیم هیچی در دستشون نبود، نمرود همه چیز داشت. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در غزوه احزاب که خندق هم بریدن، صحابه یک سنگ به شکم بسته بودن، آن حضرت 2 تا سنگ به شکم بسته بودن. و بندگان خدا با مادیات کار نکردن. غلطه این فکر اشتباهی اگر در ذهن علما باشه، در ذهن هر کس که با پول میشه کار کرد، غلطه، این اشتباهه. با پول نمیشه کار کرد، با ثروت نمیشه کار کرد. اگر حضرت رسول الله این کوه را طلا میکرد، دنیا مشرف به اسلام نمیشد. و با اخلاص میشه کار کرد، با للهیت میشه کار کرد، با ایمان میشه کار کرد، با اعتقاد علیه حکومتا، دولتای اسلامی چقدر پول دارن، چقدر سرمایه دارن، نفت بها میکنن، خزانه های را الله در اختیاری دولت اسلامی گذاشته. اینا چه کاری برای اسلام انجام دادن؟ هیچی انجام ندادن. اینها بالاخره بسیاری کسا اعتقاد ندارن که برای اسلام خدمت بکنن، و بله، ولی بعد معتقدن این همه ثروت در دست بشون چه کار کرده برای دین اسلام؟ مگر از اینکه بسیاری از مردم از دین دورتر کردن. بعضی بالاخره با پول نمیشه، اشتباهه. با قدرت نظامی نمیشه، با توپ و تانک و هواپیما و بم و سلاح و موشک نمیشه کار کرد. للهیت میشه کار کرد، با ایمان میشه کار کرد، با اخلاص میشه کار کرد. انبیاء این داشتن. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خانه‌اش خالی بود و خودشون از دنیا 2 روز، حضرت عایشه می فرمایند که از نان از غذا 2 روز متوالی سیر نکردن. خیلی درسه، خیلی تعلیمه توی آموزشه. و 2 روز متوالی سیر. بعضی میگن که افسوس میخورن که به دلشون که حضرت رسول چرا نداشت. آقا نگیده که میگون نگید، توهینه. یک بنده خدا اینا فکر مادیه، فکر دنیا. اینا میگه خدا داده به کسی که مال داده، خدا داده اونه که مال داره. غلطه. خدا داده کسی که ایمان الله به او داده، خدا داده کسی که الله به او دین داده، خدا داده به او کسی که الله به او اخلاص و للهیت داده. اگر مال خدا دادگی امریکایی از شما که مسلمان بیشتر دارن، پس خدا داده اونا، شما نیست. شما ویل معطلید، اروپایی از شما بیشتر دارن. الله میگه اگر شما مؤمنان فریب نمی خوردید، من انقدر به اینها میدادم که دروازه هایی نه اصطلاح بشه، نردبان هایی نه اصطلاح بشه، سنگ طلایی در دستشویی خود بگذارن، بر سنگ طلایی بشینن. بابا دنیا دادن این
علامت مقبولیت نیست. علامت مقبولیت هدایت هست، دین هست، ایمان، معنویت. این انبیا داشتن، انبیا این سرمایه را داشتن. و الا اگر الله به این انبیا دنیا میداد اینا گرفتار میشدن به همین دنیا، خدمت دنیا را بکنن. بعد که آمدن آن حضرت چه داشت؟ با دست مجاهدین چوبه. دست مجاهدین چه بود؟ اون طرف مسلحه. وقتی که بنی اسرائیل جهاد کردن با فرماندهی طالوت با جالوت، حضرت داود با یک سنگ که در دست داشت به پیشانی جالوت زد، سرش منفجر شد و لشکری بزرگ شکست خورد. اونا همه امکانات داشت. الان ذهنیت مسلمانان اشتباهه، ذهنیت مسلمانان خطایه. مسلمان خیال میکنه که هر کسی را که خدا مال داده، خدا داده اونه، خدا به او داده که بیشتر بخوره، شکمش گنده تر بشه، بهترین ماشین سوار بشه، بهترین منزل داشته باشه. خدا داده اونه. نه بابا، خدا داده اون نیست که دلارش زیاده، امکاناتش زیاده، ثروتش زیاده. خدا داده اونه که خدا به اون اخلاق نیک داده، اعتقاد نیک خوب داده. خدا داده اونی که ایمان داره، للهیت داره، الله را شبها عبادت میکنه، روز عبادت میکنه. آن حضرت تا اونجا عبادت کرده که پاهای مبارکشو ورم گرفت. دنیا را صحابه فیروز شدن با دست خالی، با شکم خالی دنیا را گرفتن. روم و ایران دو تا قدرت بزرگ دنیا، اما قدرت او زمانه بودن، هر دوتا را تسخیر کردن. و این خدا داده میگه. الله میگه تبارک الذی شاء جعل لک. خدا اگر میخواست قرار میداد برای شما خیرا من ذلک، بهتر از این چی که مشرکین میگن، جنات تجری، چندین باغات که زیرشون نهر جاری بشه، و یجعل لک، بهترین منظره، بهترین منظره باغ هست و چمنزار و جوه النهر که جاری باشه. و یجعل لک قصورا، الله قصر میگرداره، چندین قصر تو این باغات، خارج از باغات. والله میگه بل کذبوا بالساعة، اصلی حرفها که اینها میزنن و این ایرادات وارد میکنند، اینا قیامت قبول ندارن، حساب و کتاب قبول ندارن. اینا اعتقاد دارن که دیگه حساب و کتاب نیست، جنت و جهنمی نیست. مردن و رفتن، تمام شد. میگه برای چه عمل بکنیم، برای چه خدا را پرستش بکنیم. اینها اصل ام الامراض، اونی که در راس همه امراضه. اون عرض کنم انکار قیامت، اینا قیامت قبول نداره که حرفا را میزنن. و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. و ما برای کسی که تکذیب کنه قیامت را، ما برای او سعیر. قیامت ساعت برای این میگوید که در یک ساعت زمانی برقرار میشه، در یک لحظه. ساعت مو یک لحظه، ساعت 60 دقیقه ما نیست، ساعت یک لحظه را میگه. و لحاظا قیامت ما اینا تکذیب کردن قیامت را، و ما برای کسی که تکذیب بکنه قیامت را سعیر آماده کردیم. سعیر جهنم، جایی که مرکز آتشه و مرکز عذاب. ما برای اینها جهنم آماده کرد. و این تنبیه کسانی است که معتقدات قبول ندارن، اصول اعتقادی که از آن جمله قیامت قبول ندارن. اذا رأتهم من مکان بعید، هرگاه جهنم اینها را میبینه از مکان بعید، از مکان دور جهنم میبینه، سمعوا لها تغیظا و زفیرا،
میشنود برای این جهنم. وقتی که جهنم اینا را میبینه، اینجا قرآن میفرماید جهنم میبینه. حالا بهتر اینه که ما قرآن را به ظاهرش عمل بکنیم که جهنم که این منتظر بوده هزاران سال و ساخته شده برای مجرمین، برای جنایتکاران، برای ظالمین، برای کافران و مشرکان. آقا حالا این همه آمدن به صحنه محشر، سرای محشر، و جهنم اینها را میبینه و لحظه یا احساس میکنه که این آمدن، یا نه الله چشم داده به جهنم، بینایی داده که جهنم میبینه. ظاهر قرآن همینه میگه که میبینه اینها را. قرآن ما برای چه تعویل کنیم؟ جهنم ای که میبینی که این خلایق آمده، ملت ها آمدن، اما افرادی که باید ما اونا را بسوزم آمدن. جهنم هم مست میشه برای اینها و طغیان میزنه جهنم سر. سمعوا لها تغیظا، تغیظ غیظ، خشم، جوش و خروش. جهنم به جوش میآید، جهنم به خروش در میاد. زفیر خروشه، جوش و خروش، غیظ و جهنم به غیظ و غضب میآید، به سر و صدا در میآید و صدای مهیب از جهنم بلند میشه. و بعض روایات هست که وقتی که این صدای جهنم میشنوند همه به سجده میافتند، انبیا به سجده میافتند، فرشتگان به سجده میافتند. و یک وقتی است که تمام مردم در محشر به زانو به زمین میافتند. و سوره جاثیه همینه، و ترى کل امت جاثیه، تمام ملت ها را میبینی که به زانو میافتند. این وقت فشارها را میبینن و این مصیبت های سنگین را میبینن، به زانو میافتند. خطرناکه. میشنوم برای جهنم اجازه تغیظا غیظ و جوش را میشنوم و زفیر و فریاد و صدای مهیب را میشنوم، جوش خروش جهنم را. و اذا القوا منها، وقتی اهل جهنم میاندازم به جهنم، مکانا ضیقا، به مکان تنگ میاندازم، مکان گشاد نه، به مکان تنگ میاندازه. اینجا زندانای دنیا هم داره اینطوری مکان تنگ که نه زندانی میتوانه دراز بکشه، نمیتوانه راحت بشینه. و این توی جهنم مکان تنگ موجوده، ضیق تنگ. مقرنین، این جهنمی ها همه به زنجیر بسته، زنجیر دست و پایشون بسته، زولانه هسته، زنجیرن. بعد به مکان تنگ هم قرار دارن. آنجا دو هنالک صبورا، فریاد میزنن صبور هلاکت را، فریاد میزنن هلاکت تا، و هلاکت را فرا میخوانن، وا ویلا میکنن، وای مرگو، وای موتو، کجایی بیا به سراغ ما. داد میکشند و فریاد میزنند، سخته. و اونجا مکانشون تنگ، تحت فشارن، زنجیرن، عذاب بر سرشون شدیده. الله میگه لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، یک موت را صدا نکنید، یک موت برای تو کمه. ودعوا ثبورا کثیرا، بار بار و هزاران بار موت بخواهید، موت زیادی را درخواست بکنید. شما دنیا چه کردید؟ شما انبیا، حرف انبیا را گوش کردید، شما کتابای آسمانی را دیدید، شنیدید، شما حرف خیرخواه را گوش کردید. شما توی دنیا چه جنایت کردید و آمدید؟ شما دست به چه جنایت و ظلم زدید؟ شما از عقلتون کار گرفتید، عقل دادید،
شما از وحی کار گرفتید، ما وحی و کتاب و فرستادیم. شما از پیامبران کار گرفتید که راهنما فرستادیم. شما می گفتید که تو چرا آمدی؟ تو هیچی نداری و تو غذا می خوری، تو پیامبر نیازمندی. پیامبر باید فرشته باشه، پیامبر باید ثروتمند باشه. این حرفا را شما اونجا زدید. شما گوش کردی که پیامبر چه میگه؟ حرفای پیامبر چه آورده؟ گوش کردی اینا را؟ حالا مردم دنیا مگر قرآن گوش میکنه یا آیات زیبای خدا را؟ این کسانی که مست دنیا و گرفتار ماده فرستی و دنیا و مال و ثروت و دارایی، اینا مگر حاضرن که آیات گوش کنن؟ مگر این حاضرن که قرآن کلام خدا را بررسی کنن؟ و اینا حاضر نیست هیچی گوش بکنن. آنجا میگه یک موت است چرا صدا میکنی؟ هزاران موت صدا کنی، خلاصی نداری. قل ازالک خیر، بفرما آیا ای جهنم بهتره ام جنت الخلد التي وعد، او بهشت جاودانه که پرهیزگاران وعده شده. این گروه دوم اونهایی که پیامبران و دعوت پیامبران قبول کردن، اونهایی که به راه پیامبران رفتن، اونهایی که وحی را گوش کردن، صحبت پیامبران را توجه کردن، عقل کردن و از عقل کار گرفتن. الله میگه این جهنم بهتره یا این بهشت بهتر است که متقین و پرهیزگاران وعده شده. و متقین اونهایی هستند که گوش به فرمان الله اطاعت میکنند، گناه نمیکنند، ظلم در حق کسی نمیکنند، حقوق الله را و حقوق العباد رعایت میکنند، پا را به هوش بر زمین میگذارند، با احتیاط را میروند که حق کسی را تلف نکنند. کانت لهم جزاء، هست این بهشت برای اینا جزا و پاداش عملی اونها، پاداش ایمان اونها، پاداش اخلاص اونها، پاداش قربانی های اونها، پاداش اون سختی هایی که کشیدن. کانت لهم جزاء و مسیر، این بهشت برای اونها پاداش است و مسیر، جای رجوع، جای برگشت بال بهشت. اما نیکان و متقین به بهشت برمیگردن، جایشون بهشت. لهم فیها ما یشاءون، هر چه که آرزو بکنن توی بهشت میرسه. اگه آرزوی مؤمنان، آرزوی انسان توی بهشت تکمیل میشه. و آنجا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین، آنجا آنچه که چشم لذت ببره و آنجا آنچه که نفس خواهش بکنه موجوده. و این مردم دنیا میخوان خواهشاتشون در دنیا پورا کنن. شعار میدن که آقا جلو انسان حائل نشید. قانون تو اروپا و دنیا و امریکا تصویبه که آقا کاری با کاری کسی داشته نباشه. بشر هر گناه میکنه، خواهشات نفسانیش اینجا زنا میکنه، هم جنس گرایان هم اجازه دادن، قانون تصویب کردن که بلا تصویب مرد به مرد و زن به زن اجازه دارن هر کاری بکنن. و چقدر این جنایت، چقدر این عقبگرده، چقدر از عقل بیگانگی است. اینجا جای خواهشات اینجا تکمیل نمیشن، خواهشات انسان در بهشت تکمیل میشن. لهم فیها ما یشاءون، برای این آل بهشت آنچه که بخواه و آرزو بکنن در بهشت موجوده، همیشه میبرن. اینها کسانی هستند که اینجا دنبال هواهای نفسانی نرفتن، دنبال شیطان نرفتن، نفس مهار کردن و در مقابل شیطان ایستادن. کان علی ربک وعدا مشغول، این بهشت هست بر پروردگار شما وعده، این وعده الله
وعده الله متحقق میشه، وعده الله برآورده میشه، وعده الله خلاف نمیشه. این وعده پروردگار مسئوله. یعنی مسئول یک معنی که الله اینه بر خود لازم قرار داده، بر خودش واجب قرار داده که روز قیامت بندگان صالح و متقین بهشت نایت. هم وعده الله، هم الله اینه بر خود لازم قرار داده. مسئول یک معنی دیگه میکنه که این قابل خواسته، قابل درخواسته. وعده پروردگاره که قابل درخواسته که متقین و پرهیزگاران دعا کنند که الله ما را به جنت فردوس ببر، ما را بهشت نصیب بکن، عمل صالح انجام بده و بخواهند از الله تعالی بهشت را. ولهذا الله میگه بهشت بهتره یا او جهنم بهتره که بیفته و آنجا زنجیر بشه توی مکان تنگ و ویلا بکنه و فریاد بکنه. بشر عقلش کجایه؟ بشر چرا حرف ناس، حرف خوب را، منطقی و عقلانه را گوش نکنه؟ به کتاب خدا چرا توجه نکنه؟ به سیره پاکان و انبیاء چرا توجه نکنه؟ بشر چرا بیراها بره؟ و این بشر هیچ قابل رحم نیست که 60 سال 70 سال به خواهشات نفسانی هوا و هوس گذرانیده، بیراه رفته و نه از خدا فرمان ببره و نه شکر خدا را انجام بده و نه این برنامه‌ای که الله برای بشر تدارک دیده است به این برنامه توجه بکنه. چه انتظاری از خدا داره و چه انتظار رحمی که الله بدر که رحم بکنه. و الله دعا کنه الله تعالی من شما را توفیق عمل نصیب بکنه، عقل بده به همه ما که ما فکر کنیم. به شما طلاب این فکر را نکنید که شما با ثروت میتونید کار بکنید. نه خیر، اشتباهه. اگر با ثروت میشد کار کرد، حضرت رسول خود ثروت میداد، ثروت پیشنهاد کرده، حضرت قبول نکرده. للهیت میخواهد، اخلاص میخواهد و این حکمت خدایه و همه حکمت هست که الله سبحانه و تعالی انبیاء را دست خالی فرستاده و انبیاء توانسته نقش ایفا کنند و بالاخره کسی بخاطر مال نیاید انبیاء را اطاعت کنه، بلکه بخاطر خدا بیاید. اخلاص فیروزه، للهیت فیروزه، ایمان فیروزه، عمل فیروزه، اخلاق فیروزه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. پروردگار درس‌های قرآن ما را بهره‌مند بگردان، از انوار قرآن، از هدایت قرآن همه ما را مستفید و بهره‌مند بگردان. پروردگارا به ما توفیق بده که صحیح فکر کنیم، درست فکر کنیم و به ما توفیق بده که از رحمت للعالمین اتباع کنیم و ما را توفیق آمادگی برای آخرت عنایت فرما. فهم صحیح قرآن نصیب ما بگردان و آخرت ما را بخیر کن. و صلی الله علی سیدنا